اما سوال بعدی که به صورت صحیح بودنه، یعنی چهار تا گزینه مختلف از بخش‌های مختلف میدن و حالا صحیح بودنش رو باید انتخاب کنین یا صحیح نبودنش رو، که تو این 4 تا گزینه غیر هم یه دونه از اون 4 گزینه که ظروف محتوای غیر نباید غیر داغ نباید در محوطه کاملا بسته نگهداری شود. به نظر من و توصیه‌ای که میکنم تمام این زیربخش‌های این قسمت رو به دقت بخونین و جاهای مهمش رو علامت گذاری کنین. مثلا این قسمتش خودش سوال بوده و همین قسمت ظروف محتوای غیر داغ نباید در محوطه بسته نگهداری شود. همین 4 گزینه‌ای که گفتم. صورت سوالش چی بوده؟ کدام یک از گزینه‌های زیر صحیح نمی باشد؟ جوشکاران نباید از ظروف و بشکه‌هایی که قبلا محتوای مواد نفتی یا روغنی بودند به عنوان تکیه‌گاه و زیرپایی استفاده نمایند. خب درسته. ظروف محتوای غیر داغ نباید در محوطه کاملا بسته نگهداری شود. خب اینم درسته. سومیش اینه که سیلندرهای اکسیژن بجز در هنگام جوشکاری یا برشکاری حرارتی باید جدا از سیلندرهای دیگر نگهداری شود. خب اینم درسته. گزینه 4 که اشتباه هستش، ضایعات مصالح قابل احتراق باید روزانه در محل کارگاه ساختمانی در جای مناسبی جمع‌آوری و سوزانده شود، که اشتباه.